صحبت میکنیم. سلام و عرض ادب. وقت همه دوستان بخیر. خیلی خوشحالم در اپلیکیشن مافیا تایم در تگ دیل میزبان شما عزیزان هستیم. امیدوارم بازی خیلی خوبی داشته باشید. همونطور که راوی صوتی بازی فرمودن، ادب و احترام تو اپلیکیشن حرف اول میزنه. فدای شما بشم. مراقب دیالوگاتون باشید. خاطر یک برد یا یک باخت که قراره تو سابقتون ثبت بشه، دیالوگ تخریب شخصیتی نشنوید که از روند بازی خارج میکنه. انواع اقسام قلمای جلاله، هر نوع اسماء جلاله، هر نوع ائمه اطهاری که توی بازی بهش بخواید متوسل بشید اخطار میگیرید و دفعه دوم تکرار بشه از روند بازی خارج بشید. کنس نداریم اینجا دوستان بزرگوار، کنس نداریم. من دیگه با شما بازی نمیکنم، اپو پاک میکنم، کارت من آخر بازی میبینی، زنگ آخر جلو در وایسا، از این جور داستانا نداریم. اینا همه اخطار و کیکی داره. فدای شما بشم. مراقب باشید. پزشک بازی سیو درست دادی عزیزم، با دست سفیدت بازی کن. نیاز نیست اعلام بکنی در بازی من شماره فلان رو سیو دارم. درست سرت بگردم. مراقب باش با کارتتون بازی نکنید. از کنار نقشاتون رد نشید. بازپرس بازی برگردی بگی من تارگتم مثلا شماره 9 و 10، فردا ببینید چه اتفاقی میفته. بخوای با کارتت بازی کنی از روند بازی خارج میشی. محقق بازی منو بدید بیرون، منو بدید بیرون. قبل از اینکه دوستان به شما رأی بدن، گرداننده بازی شما رو از روند بازی خارج میکنه. فدای شما بشم. از ابیلیتی نمیتونی استفاده کنی. اون وقت مراقب دیالوگاتون باشید. فدای شما بشم. کارگاه بازی تک تارگتی زدن برای شما ممنوعه. کلمه گردنگیری برای شما ممنوعه. یا فکت سالم وارد بازی میکنی یا باکس میکنی عزیزم. خانم پری اگر صحبتی نیست ادامه بازی رو بزنید تا وقت دوستان بیشتر از این. عرض ادب و احترام خدمت 9 تا پلیر بهتر از خودم و 2 تا گاد نازنین. این فکت رو هر کی میتونه نقدش کنه. ساعت 16 و 27 دقیقه درسته. یک که خودم 6 رو تارگت میکنم، 2 رو تارگت میکنم، 7 هم تارگت میکنم. نکست. به فکت ساعت. بازیکن شماره 2. دوستان امیدوارم بازی خوبی باشه. من وقت بازی نداشتم ولی حالا لایک نشون دادی اب نداره. تارگت میزنم. یکی رو میزنم، یکی میزنه کیو اون ور، بعد میزنه این ور. برایندش نمیذارم مال فردا. یکی رو میگم مافیاه. 6 هم میزنم. 7 هم چون لایک نشون داده دست دوستی میدم امشب رو ببینم اگه دیالوگاش فول باشه که دیگه هیچ دیگه. یعنی بلند 6 بگی 2 مافیاه، یعنی تا آخر بازی باید با هم بازیت بشه. ممنونم ازت. مرسی. سپاسگزارم. بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. خیلی ارادتمندیم. خوبی؟ خب شما دو یکی تو اون ور میزنی، یکی این ور 100 مافیاست. خب شما هم 100 مافیایی، چون یکی 6 رو زد شما هم زدی. فکتش نیست، ولی 2 مافیا، 8 مافیا، 9 هم همیشه مافیا. آقای آراز همیشه مافیا. بازیکن شماره 4. دوستان خیلی خوشحالم که بازم با هم بازی میکنیم و گاد عزیز. من برآینده 1 و 2 رو برای فردا میذارم. از 3 هم چیزی نگرفتم. بعد از خودم 5 رو میزنم، 8 رو میزنم و 9 رو میزنم. بچرخ. بازیکن شماره 5. احترام ارادت تا سیت 1 تا 10 بازی سیت 5 تون هستم. جنوب ایران. امیدوارم بازی خوبی در کنارم داشته باشه. سیت 3 با شما فک دروغ آوردی. همین الان روز بلاین بازی سیت 3 بازی فک دروغ واسه سیت 2 بازی آوردی دیگه. حالا نواخواهیش هم نمیخوام پر کنم. 3 بازی میزنم، 4 که عوض چشم باز کردن از 1 تا 3 بازی دارم میزنم. 4 بازی و 2 بازی اون فکی که واسه 1 بازی میارین سوخته سون. 1 بازی به فک ساعت زده دیگه. یالو که بازیکن شماره 6. رفقاتون چطور؟ امیدوارم که بازی خوشگل و ترتمیز کنار هم داشته باشیم و به این موضوع واقف باشیم که اینجا نشستیم داستانش صرفا یه بازی اونقدر جدی نگیریم. حال کردید چقدر قشنگ صحبت میکنم. با اخلاق توی کامنت یوتیوب برای منه. از الان بگم برای منه. اون دو دست و پاشو گم کرده میخواد
فکت سازی کنه، مافیاش دارم. 3 هم همین حرکت رو زد. 2 و 3 امشب با هم دیگه چش باز میکنه، دوتا رو با هم دیگه میزنم. 4 رو دوست دارم خاکستری داشته باشم، از اون سم دوست دارم دهرم بزنم. 3 بازی فوق بازیکن بعد دوستان عزیز، شما ریدا تا هستم و هستی زیر پلبار من هستید، نگران نباش. ببین تا من هستم و تو هستی زیر پلبار من هستی، اصلا نگران هیچ. تارگت های منه. چی بزنی؟ یکو زدی که منم میزنم، بد میزنم. یک بازی این دستی که اون دستیست. فهمیدی چی گفتم؟ یک بازی آره 3 مشکوک، برای از 3 مشکوکتر 5 بازیه. بس چی شد؟ یک بازی 5 بازی بسیار بسیار بد میزنم، خیلی بد میزنم. بزن که داری. خب بازی نگه. صحبت‌های نفر بعد خوبین، خوشین، سلامتین، حالتون چطوره؟ 5 و 6 و 7 نمیدونم شما این 4 بازی رو ندیدین؟ 4 بازی میگه برایند 1 و 2 میدارم برای فردا. خوب این بازی رفته اون 2 زده، 2 بازی 1 زده، 1 بازی 2 زده. این چجور برایند همشون رو میداره برای فردا؟ 4 بازی میزنم، 3 بازی 4 بازی 5 بازی. خوب خودت اینو میگفتی. 3 بازی 4 بازی 6 بازی این ستا رو میزنی. تمام. بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. مناسب ترین واژه‌ها به رسم محبت به نام خدا. رفقا سلام، عرض ادب ارادت خدمت تک تکتون. خوشحالم که دارم باهاتون شهروند مافیا بودم. سیتی 6 شما فهمیدی تو روند بازی اون 2 و 3 میتونه مافیا باشه دیگه، اون 4 رو نخواسته به 2 و 3 مافیای تو رو بزنه. چه جوری برآینده 2 و 3 قطعی مافیا، 4 خاکستری؟ نمیشه. پس اگر 2 و 3 تو بازی مافیا باشن تو قطعی مسیرت باید به 4 میخورد، نخورده. همون 4 نفری میگم 2 3 4. ممنونم. نفر بعد سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم بازی خیلی خیلی خوبی داشته باشیم. قطعی شهروند دکتونم. تارگت میزنم به شماره 1 بازی. شماره 1 بازی 16 و 27 دقیقه بود. از خودت هم میتونی مافیا باشی. عدد 1 میتونی مافیا باشی. این شماره 5 من نظر من مافیا بازیه. افسر من شهروندش دارم. 1 میزنم، 5 میزنم. فعلا همین دوتا رو بیشتر ندارم. چرخ. شب میشه. زمان گروه مافیا. حامد خیلی شوی حامد، زبون باز کردی گرفتم مافیایی. شما رو در فردا بابا فقط من ادای خودم با جمع کلاس میکنم، تو با من کاری نداشته باش. بزن منو بزن باشه. شیش تو منو بزن، من تو رو ما میزنم. میزنم داداش، گفت نداریم که. شما رو در تو فقط ادای این شهر با کلاس ها رو در بیار، بگو اجماع نکنیم پاسپورت سال یکی رو باز کنیم. ما در خسد اگه شو شدی شماره تو بده، من زنگ میزنم بچه‌ها بهش، نه همه رو روز میشه. یک دور صحبت همه بازیکنان رو میشنویم و امکان دادن چالش نیز آزاد. البته خودم یکم که کارتم شهروندیه، درسته نمیتونم به خودم تارگت بزنم که. آقای سیت 9، شما با اون هفته چشم وا کردی؟ لایک تو ببینم وا کردی با اون هفته؟ خب 7 فکت آنفیر میاری برای من؟ ندارد این دست مثل اون دست نیست، پس امروز تارگت من هستی قطعا. 9 عزیز، شما به اون 6 خورده میگیری که 2 و 3 رو مافیا داره، چرا 4 رو نزد؟ خودت میگی 2 3 4 6 بازی 4 تا تارگت میزنی تو این دک. 9 تو این دک مافیا، 7 تو این دک مافیا، بین 2 3 4 5 یه دونه یار داری، چشم وا کردی. خودت بگو به کی بازیکن میگی. بعد پیش گرفتم بعد خودم راجع به سیت 10 حرف بزنم. من دیروز 4 تا تارگت زدم، 2 3 4 6 بازی درسته. 4 تارگت زدم خانم. یکی از تارگت های شما که 1 و 5 باشه من لمس نکردم. چه جور مسیر تارگتیت به من نخورده تو بازی؟ من 4 نفر رو لمس کردم دریغ از یکی از تارگت های شما. بعد آقای
شماره یک شما معتقدی تو این بازی 7 مافیاست که 9 میتونسته باش چی باز کنه دیگه. ته صحبتش گفته 7 که شهرونده میخواد باش بازی کنه. نیدم مت به دای بخوره. آقا شماره یک نیدم مسیرت به منی میخوره که الان چالش گرفتم من چش میگیرم، یعنی با بعد خودم کار دارم. ممنونم. نفر بعد. خب برآیند یکو دوست نداشتم. میدونی چرا؟ چون که روز بلاین بازی شیشه رو میزنه، بعد الان میاد کاوری شیشه رو میگیره میزنه به 7 و 9. درسته؟ یک بازی این ندارد بازی. شما به قد مافیای بازی محقق خودتو به من به یکه پاسپورت بین 8 و 4 یکی رو بیار بالا. من تو اینا حس مافیایی شدید گرفتم. نظرمو دارم میگم. چطور تو نظرتو میگی؟ ما نمیخندیم ولی ما میگیم شما میخندی. امروز فقط رأی میدم به تو یک بازی. گرفتی شد؟ چون دو تا شهروندای منو تو تارگت زدی. شیشه هم میخونه به قد مافیای بازی. محقق خودشو ببنده به یک، اجماع شیشو میگیریم بین 8 و 4 هم یه مافیا. پاسپورت بازی کلاپس نزن. بازیکن بعد. منم خواست راجع به در بزنم. 10 بازی 8 و 9 بازی اومدم من 34 شد زدم، 8 بازی 2 34 و 6 شد زده. اصلا مسیرمون به سهم نبوده، اصلا مسیرمون به سهم نبوده. دیروز مگه 1 و 5 رو نزدی؟ یک بازی الان بلند شدی 7 بازی تو رو تارگت کردی. 10 بازی درسته تصمیم گرفتی به 7 بازی بزنی، کار به 10 بازی نداشته باشی. 2 بازی میگه 8 بازی بیاد بازپرسی، با خود بیان چجوره؟ هر کی یکی بزنه به 8 بازی جوری میزنم پزشک قانونی بگه با قطار چاق شده. میدونی؟ تمام. بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. قطار شاخ به شاخ بشن، ببینم چه طعمی داره با قطار شاخ به شاخ شدن. این مافیا. ولی 2 بازی برایندی دوست نداشتی. خب چون تو مافیایی که براینده یکو دوست نداری. قطعا مافیا براینده شهر رو دوست نداره. شما قطعی مافیایی. شماره 5 من هیچ دروغی وارد بازی نکردم. 2 روز بلاین بلند شد گفت یکی 2 تا اون ور زده یکی این ور. این دیالوگ شماره 2. منم همینو گفتم، به همین فکت زدمش. بعد چه دروغی وارد بازی کردم؟ هیچ دروغی وارد بازی نکردم. 2 5 8. نفر بعد. چالش رو بدم به 10. 2 بازی میگه بین 4 و 8 به یه بازپرسی میخوای بیاری یا بین کدومو میخوای بیشتر داری؟ من خودم 8 رو بیشتر دارم. اگه میخوای یه طرف باشه 8 باشه، مشکلی هم ندارم. اگه با 2 هم بخوای میام بالا. صحبت‌های 1 و دوست دارم ولی صحبت‌های 9 و بازم به نظر من 8 و 9 ریختن رو 10. 10 شاید سفید باشه، شاید میگم 8 و 9 میخوان کره‌گیری 10 رو بکنن. یعنی من شاید 8 و 9 با هم یار باشن. این حس. نفر بعد. خب دوستان ببینید که یک نامی پا شده گفته که فلان و فلان مافیای بازی‌ان بین 2 3 4 5 که اگر تو اینا مافیا وجود داشته باشه میدیدی من گفتم اینا تارگت منن. اگه میشه 2 4 تا تارگت بینشون مافیا داشته باشه. شماره 1 بازی تو قطعی مافیا بازی. شماره 8 و 9 10 بازی 8 بازی 7 مثل من زده. شماره 1 و 5 بازی چرا من نمیبینید 7 رو نمیبینید؟ پس قطعی بین شما یک عدد. بازیکن بعد. با مجدد سیت 4 بازی مافیا قطعی واسه خودت نداری. سیت 4 بازی نه اون فکی که واسه یکی میاری سوخته است. 9 بازی نه یک بازی گفته از 6 تا 10 بازی، از 6 تا 10 بازی 2 تا مافیا در بیاد. این مسیرش هم به 10 بازی خورده. 8 بازی من موندم از 9 تا 2 بازی چرا کسی شما رو دید. 8 بازی
فکر دروغ واسه سیت 5 بازی آوردین روز بلاین بازی. گفتین تو مسیر نخورده سیت 4 بازی. اتفاقا اولین کسی بودم که مسیرم خورده به سیت 4 بازی. اینو گفتی دیگه. 8 بازی الان گوجی میفرستی برای سیت 5 بازی. اتفاقا اولین کسی که فکر سیت شمال 4 آورد سیت 5 بازی. 8 بازی به شدت مافیای بازی. 7 بازی وقتی به بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. ریخت ریخت. فردا یه سر بازپرسی دست محمد آراس سیت 9 داداش دورت بگردم. روز بلاین 4 تارگت داشت. یک بازی بهت زده، از یک چالش گرفتی، اعلام جنگ کردی، با یکی میشه 5 تا تارگت. فکت دهرم آوردی میشه 6 تا تارگت. شما شهروندی؟ ببینم لایکتو. بعد چه اتفاقی میفته که تو میزنی به دهه، موجو میریزی رو دهه تصمیم میگیره به تو نزنه، یه لپ ازت بکشه بیاد سمت یکه. 9 10 با هم دیگه تو جنگن، یکیشون تارگت میزنه اون یکم داره تارگت میزنه. دهره میذارم قطعی شهروند. 9 10 میذارم جنگ زرگری. دهه بعد شو میشه با دیالوگ پول دیگه. تصمیم بر اینه که اول خودم بفروشمش. درسته؟ نوع بازی جفتیتون رو مافیا دارم اینجا. این دو هم داره زیرابی میره. بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. محمد گیلک سیت شماره 6 فکتت برای 10 صورت. یعنی اون 9 از من چالش گرفته تارگت رو شارژ کنه روی یار خودش که تو بیای الان کره بگیری بگی 10 مافیای تو این دک. باید میگفتی 10 شهروند تو این دک، 9 مافیا. باید یک شهروند بین اینا پیدا میکردی. نمیدونم 10 خیلی بد بازی کرد، حرفای منو نشیده. من گفتم 7 و 9 مافیا، اونورم یه مافیا در میاد. خب من 2 تا مافیا گرفتم خانم 10، گفتم 7 و 9 درسته. اونورم حالا یه مافیا برین شما در بیارین، من مافیا ندارم. من یه 7 و 9 رو گرفتم. چرا میگی بین گذاشته؟ بازیکن شماره 7 ببینید که دقت کنید. سه بازی تو چی میگه؟ میگه که تو برایند یکش نداشتی، یک شهروند تو مافیایی. درسته؟ خب یک بازی زده چیزی به نو نشتی، یک شهروند زده به هر نو، تو هیچ مسیری نه به 7 زدی نه به 9. یکم شهروند داری، 2 رو مافیا داری. خب ندارد بازیه. 3 بازی مافیاتونه، اون یک بازی مافیاتونه. 3 شک دارم تو مافیایی. من فعلا 3 رو دارم، فعلا 3 رو دارم. بتا بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. انسان عزیز ببین، من یک زدم درسته. هفته بلند شد تو کاوری من یکو زد. گفت من تارگت تو رو تارگت میکنم. یکی بلند شد یه نه نامی رو خلق کرد. الان داره به شیشه میگی که بین 9 و 10 باید یه شهروند داشتی. تو از کجا میدونی بین اون دوتا یه شهرونده، یه مافیا؟ شماره 10، شماره 1، شماره 6 مافیای بنده. 1 صدا هست؟ صدام شماره 1 10 6 4. بازیکن شماره 8 بازی دیونم کردی، یه برگه بدارم بغل خودم همشو پر کردی. یک بازی، 10 بازی، 6 بازی، 4 بازی منم برای بازپرسی خواستی. 3 بازی تو گفتی کارای تو 2 5 8 درسته. 2 بازی بلند شده بازپرسی برای من خواسته درسته. میگی 2 8 هر دو تا یارم. فردا فقط من و تو میایم بازپرسی، فقط من و 3 بازی میایم بازپرسی. خوبه 3 بازی 10 بازی اون فکر برای جناب عالی آورده هم هفته بازی قبل از ما صحبت کرده بود، ولی تو بعد از ما صحبت کردی صحبت های 8 و 9 بازی رو شنیدی جناب عالی، درسته؟ پس هم 30 دارم هم 10 دارم، هم 30 دارم هم 10 دارم. بجنگی تا بجنگیم، یک جوری با تو بجنگم هست. بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. بازی که نشستی اگر دیدی منو مشکوکم آوردی بالا، بین عمو درویش شماره 7 و آقای ایلام شماره 8 میاری بالا، مافیا میدم بیرون تو این دوتا. عمو درویش من یکه رو شهر دارم، درست یا نادرست یکا شهر دارم.
ولی دلیل نمیشه این تو همه بازی ها همه میگن دلیل شهر اونم شهر داشته باشم یا مافیای اونم مافیا داشته باشم. ممکنه من اشتباه کرده باشم یا شهرم یا مافیام اشتباه کرده باشه. چون اون شهرم باید شهراشم شهر داشته باشم. این فکت چی داری برای من؟ دقیقاً داری مثل بازی پیش بازی میکنی. مرسی. نفر بعد. بس 1% آدز اشتباه میذاری آقای شماره 3 دیگه، درسته یا نه؟ آقای بهفرسی دسه خب پس اشتباهه، چون اون یکی قطعی مافیاست، اون 10 قطعی مافیاست. من تو دیالوگ شروع صحبتم چه دیالوگی کردم؟ گفتم تو روندبازی 4 نفر 2 3 4 6 بازی مافیا، درسته؟ بعد من 10 اعلام کرده 1 و 5 تو بازی مافیا، یعنی هیچ مسیری باز به من نداشته. فرداش که اون که شروع صحبت باید از 10 شروع به صحبت کنه، اومده از کی شروع کرده؟ از 9 که مسیر نداشته به 1، اما 10 زده، شهروند 1 هم تازه زده، نخواسته مسیر داشته باشه به 10. بس 1 و 10 مافیا داره، از 6 خورده میگیره، 9 تو بین 9 و 10 مافیاست، نه 10. بازیکن شماره 5. گذارم سیت 9 بازی. اما داداش گلم چرا دیالوگاتو دوبار تکرار میکنی؟ 9 بازی دیگه فکش آوردم، یکی خودم رو فکش آوردم، یکی اون یک بازی. چی میخوای دیگه؟ 9 بازی دنبال یه مافیا دیگه باشه. اما نگاه کن، من مافیا قطعی سیت 7 بازی 8 بازی 7 بازی داداش گلم. مگه روز بلاین بازی از 3 تا 5 بازی گفتی بین 3 و 5 بازی 5 بازی مشروط نیست؟ امروز بازی داره میگی 3 با 5 بازی چش باز کردی سیت 7 بازی. یه 7 بازی به شدت مافیا بازی 8 بازی. بازیکن شماره 10. میخوام در مورد شیشه صحبت کنم. ناصر بازی لطفا یه چالشم به 4 بده. ببین شماره 9 بازی شیشه چیه که هم من زده هم تو رو، در صورتی که من تو رو زدم، شیشه هم من تو رو زده، من و تو رو با هم زده. شماره 9 بازی تو روز معرفه منو نزدی، پاشدی شب رو چشاتو وا کردی، دیدی من چشمم بسته است، اومدی منو زدی. شماره 9 بازی من 8 رو بخواد هر چقدر بخواد به من بزن هیچ مشکلی ندارم. تو از نظر من مافیای بازی هستی، شیشه من نظر من مافیای بازی. اینجا هم شماره 5 بازی الکی داری نوار خالی پر میکنی، هیچی واسه گفتن نداری. چرا؟ آره دیسلایک تو کوچه قطع شهروند. ممنونم. نفر بعد. داد سایدار این ور اون ور نباید 3 4 تا ساید تو بازی. رفقا یه روز تحمل میکنید مثلا 10 بره بیرون ببینم لاکتون. محمد آراز 10 داره با تو چین میشه، با یکم چین میشه. سیت 9 محمد آراز لایکتون رو ببینم. 10 داره هم با تو چین میشه هم داره با یک چین میشه، پس 10 اینجا میشه مخرج مشترک. میخواید بدید بیرون من گردنش میگیرم. 10 کل دکو سیاه میکنه، هیچ موضع مشخصی نداره، با هیچ کس تو ساید نیست. یا میتونیم یه روز نگه داریم تو بازپرسی 10 بری بیرون. اون میریم موقع سایدا برای کامل در میاد. رأیگیری. فکت رأیگیری هم داریم، تر و تمیز استلاممون هم سر جاشه. عاقلانش اینه. واک خوردم. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد.
مرسی. نفر بعد. نفر بعد. نفر بعد. بازیکنان شماره 7 و 8 و 10 میرن برای دفاعیه. بازی مگه من شهروندت نبودم؟ رای زیر من چیکار میکرد ده بازی؟ مگه نگفتی 7 شهرونده؟ من با رای تو اومدم تو بازپرسی، درسته؟ در بدیم بره، در بدیم بره. شماره 1 و 3 و 5 من روز واسه برام چیز بازپرسی روز یک به هیچ کی رأی نمیدم. اون یک رو به قطع مافیا داشتم، یه رأی فقط زیر اون یکی کشیدم. ده بازی شما مافیای قطع این بازی هستی. بدین ده بره، بدین ده بره. ممنونم. نفر بعد. چهار تا فکر رو ده میشینه، ده بازی خورده رو بازی میگیره، میگه دیروز بازی چرا منو ندادی، شب شده چشم و بسته دیدی امروز خود نوع بازی قبل از تو صحبت کرده. ده بازی چه فکت هایی داری میاری؟ هفت بازی مگه شهر نداشتی؟ چرا رای کشیدی هفت بازی؟ به حقی رای دادی، دمت گرم، ولی حق نداشتی به هفت بازی رای بدی. 1 3 5 10 یکی تو شهرونده، اون 4 تا یکی تو شهرونده، 3 تا مافیا. تمام. صحبت‌های نفر بعد. آخ چقدر من مافیای شویم. با یارم نتونستم 5 1 رای، 6 1 رای، 9 1 رای. هفته بازی با یه رای که دوست داشتم صحبتاتو بشنوم شدم 100 مافیای بازی. خواهر رای بده من برم بیرون از بازی. آره فن هیچ کس رو نمیزنم، فقط میخوام تو بعد از من بره خونم 100 شهرونده بازی. می 6 1 رای، 5 1 رای، 9 1 رای. آخ من چقدر با 6 رای اومدم بالا. چقدر من مافیای شویم. رأیگیری شروع میشه. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. با اکثریت آرا شماره 8 بازی رو ترک میکنه. میریم برای کلام آخر. یک بازی خاصی هفته بدی بیرون نشد دیگه 8 بره بیرون، درسته؟ ده بازی هم شهر داره، درسته؟ ده بازی نوش جونه، ده بازی نوش جونه، ولی فردا فقط یکو بدیم بیرون، فقط یکو بدیم بیرون، کار به ده نداشته باشه. ده آسونه، فقط یکو بدیم بیرون. شب میشه و شهر به خواب میره. زمان گروه مافیا از حالا شروع میشه. حامد بازی دو ساید است، بیا تو این ساید، تو اون ساید نرو. من عمو درویش هم شات کنم، بذار چهاره رو میزنم. الان من به این من با این وریا دادم، مجبورم الان موزم رو حفظ کنم. تیم مافیا بخوابه. زمان گروه شهروندان.
یک روز دیگه شروع میشه. بازیکن شماره 4 شب گذشته از بازی خارج شد. میتونید برای استعلام وضعیت رأی بدید. بازپرس 2 نفر رو برای بازپرسی انتخاب کرده. شماره های 1 و 7 در دفاعیه حاضر میشن. هشت شهر بودم. رأی کیل 4 و 2 با هم دادن. درسته. چرا اون 4 شاد شد؟ 1 3 5 با هم اون 8 رأی دادن. خب مسیر بازی اشتباه بوده دیگه. بازی میکردی 7 تارگت هم میرفت، میخوندی عدد مافیا. بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. تو انقدر زرنگی روز یک دو تا مافیا گرفتی، شماره یک ندارد بازیه. این ده قرار بود بره، چرا رای کشیدین زیر این هشت بازی؟ ها؟ چرا کشیدین زیر این هشت بازی؟ هشت که معلوم بود یک بدین بیرون، یک بدین بیرون، یک به قد مافیا. شماره یک مافیای بازی هستی. بازیکن شماره 1 عرق اون روز یک 2 تا مافیا گرفتن که هنوز رو تحت عمو درویش. من روز یک 3 تا مافیا هم گرفتم. تو گرفتم بازی نکردم با من. حالا شاید مثال دارم میگم اون 9 هم یه مافیای دیگه گرفته باشه مسیرمون هر کدوم با هم یه مافیا گرفتیم. این سایت باز میشه وقتی یک رای میکشی، سایده باز میشه. حالا قطعی 7 مافیا. بازیکن بعد این نشانده این یک رد خون شماره هشته. شماره هشت رد خونش گذاشت اون یک مافیا قطع بازیتونه. شک نکنین اصلا، شک نکنین. یک بدین بیرون، خیالتون راحت باشه، خیالتون راحت باشه. حرفی دیگه برای گفتن نداره. بازجویی با نظر بازپرس به رأیگیری گذاشته میشه و شما حتما باید به یکی از بازیکنها رأی بدید. امکان رأی دادن به هر 2 نفر وجود نداره. با اکثریت آرا شماره 1 بازی رو ترک میکنه. میریم برای کلام آخر. خب خود سیت شماره 7 رد خون بگیره، درسته؟ خودش تو ترنش بلند میشه میگه رد خونه 1 7، درسته؟ منو بدیم بیرون. بلند میشه این دیالوگو میکنه باهاتون. پس رد خونه 1 7، 7 از این دک میره بیرون. بازیکن شماره 1 عضو تیم شهر بود و از بازی خارج شد. همه بازیکنان یک دور صحبت میکنن. چالش هم میتونید بدید. سه بازی بفرما. شماره سه بازی که این تا شماره 6 بازی تو قطعی منفی بازی هستی. 5 بازی تو که به من میخواستی رای بدی، رایت زیر 8 چی بود؟ من خودم که رای ندادم. این ردیف کلا به شماره 8 رای دادن. من به 7 رای دادم چون با یک رای ترسید اومد دفاعیه. گفت که تو قطعی مافیای 10 بازی. من مافیامو اینجاها میگیرم، یعنی شماها مافی هست، بقیه‌تون شهروند بازی هست. نفر بعد. شماره 10 ممنون. بذار من تکلیف بازی مشخص کنم. بیا مگه نگفتی یک رو شهر داشتم؟
اشتباه کرده بودم. آراز 1% اشتباه کرده بودم. اشتباه کردی. یک صد مافیاست. رد خون 8 گرفتین رسیدین به 1 رد خون 1 رو باید بگیرین 7 باید بره بیرون. مافیای قطعی بازیه. آراز نکن آراز. مافیای قطعی بازی شماره 7. بهت میگم اصلا اشتباه کردی. عمو درویش 100 مافیاست. 100. ایران بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. اشتباه کنم و به اشتباه هم ببازم. اون 2 نفری که اونور سنگ قبل شدن 2 تاشون هم شهروند بودن. تایمی که داشتن میگفتن اشته فورس دیسلایک میدادم. فورس اون داشته تارگت های منو میزده. مافیا هم بوده داشته با ذهن من بازی میکرده. چه حقی داشتین زیرش رای بکشین؟ شما که رای دادی 38 بازی رفته بیرون. تصمیم گیرنده نیستین. شما رو دم تصمیم گیرنده نیست. تصمیم گیرنده نیستین. میخواین با اجماع اینجوری پرواز کنیم بعدم نتونین دیگه جای فرود نداشته باشین. جای فرود ندارین و مستقیما تو هوا میمونی. اصلا فکر کنین دیگه چی میگن خارج از یه چی میگم محمد کلکترن خودت بگو خارج از جو زمین ها. آره یه بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. چه کارت کنم محمد عرس؟ شماره 1 دیدی اشتباه کردی. شماره 1 آره یک روز شانسی مافیا گرفتی. قبل عمو درویش همیشه مافیا 3 تا که مافیایی. بیا چالش بدم برم 3 مافیا 10 بازی. تو دیروز گفتی من رأی دادم صدا تو بشنوم. شما شنیدی از صدا مافیایی گرفتی. 10 مافیا تونه 3 هم مافیا. اون یکی دیگه هنوز در نیاورد. حالا یا 5 یا یکی دیگه است. آره آره عزیزم. آره 5 تو که مافیایی. آره 3 مافیاست 10 مافیاست. چینتو زدیم. چینتونو زدیم. بازیکن شماره 9 یه دیالوگ کلی با کل جمع بکنم. آقای حامد شما دیروز به سیت 8 رای دادی دیگه درست. امروز با دست بنده قرار بازی کنی. لایک تو ببینم. آقای شماره 2 لایک تو ببینم. آقای شماره 2 تو بازپرس من رای دادی دیگه. آقای شماره 5 شما به اون 8 رای دادی یه شهروند خوردی. امروز من قرار تو رای گیری مافیا بخورم. لایک تو ببینم. این شد 4 تا رای. عمو درفشم که قراره با من بازی کنه. مافیان اینا نوش جونتون. خام تأمینه قراره یه کاری کنم برین با اون تو تاریخ. تأمینه کی بود؟ یه بار دیگه برین با اونا بازی کنین. تاریخو یه بار دیگه بخوام واسهتون بسازم. تو تاریخ تأمینه داشتیم یادم میاد. بازیکن شماره 6 گل تو سناریوی 10 نفر قوی ترین فکت رایگیریه. 10 تو کلام آخر بنده تعامل شهر بوده بره بیرون. یهو 7 تا 8 میان بالا رایگیری نمیرسه به 10. قبل از 8 میره بیرون. 3 تا رای میدن به 7. بعد میدن به 8 میره 10 با 4 تا رای میشینه. 10 چیه تو این دک؟ کی نمیخواد که 10 بره بیرون؟ سه بازی شما چه جرئت نداری چین 7 رو بزنی؟ 7 قطعی مافیاته. یه یارشو دیگه بگو دیگه. یه یار 2 تا چین بزن. 2 نفر رو بگو توش. چرا جرئت نداری بگی؟ 5 هم مافیاست. این 10 کارت 5 رو داره کثیف میکنه. میخواد که 10 رو شاید چیز کنه دیگه. 10 که میره بیرون. امروز 10 میره بیرون یا نه؟ ببینم لایکتونو. هیچی ندارید واسه گفتن. اون سه هم داره قفل میزنه رو هفته. 5 هم یارشونه. بازیکن شماره 2 محمد آقا من یه سوال دارم. این دست گدایی نیست اینجوری داره بای بای میکنه با تو. اینقدر هول کردی چرا چالش نمیدی؟ ها شومنلر شماره 3 بازی پنجه با کارتو داشته ورود به بازی کرده با یکه. الان پنجه رو تو شهر داری؟ آها چرا بس پنجه نمیخوره؟ ها 3 بازی مافیای بازی. ببین 3 بازی بلند شد چین این هفته هم ببین 3 بازی میخونه مافیا 10 مافیا 5 هم یارشو. من چینمو اینجوری میزنم 3 بازی هول کرد. بازیکن شماره 5 چرا با چطوری منو ده میزنی توی چه؟ ها؟ منو ده چطوری میندازی توی چه؟ ده بازی که دیروز بازی میخواست
به زور منو بندازه بیرون. به زور. به زور میخواد خود ده بازی تعیین میکنه. ده بازی لایک تو ببینم. مگه نمیخواستی به زور منو بندازی بیرون؟ ده بازی لایک تو ببینم. بعد این سه بازی چرا کسی این سه بازی هم خیلی مافیا میخوره این سه بازی هم مافیا بهش میخوره. صدا میاد دوستان؟ صدا میاد؟ این سه بازی هم خیلی بعد یه 8 بازی خورده این بازیکن سه بازی مافیا شماره این 10. سه بازی مافیا این ده بازی هم یه سه بازی به همراه من به یک شهروند رأی نداده. اون وقت من میشم مافیا سه. آخه اینو از کجا شماها یاد گرفتین؟ به منم یاد بگین. به منم یاد بدین. این ردیف کلا 1 تا 5 رأی دادن به 8. من خودم به 8 رأی ندادم. درسته این 5 قطعی مافیا، 6 قطعی مافیا، 3 100% شهروند. بینشونم 2 و 9 هم یه دونه نشسته. کاری به 7 ندارم. 7 میخواد من بازیکن شماره 3. چی شد؟ دو از من چین خواستن. چشم رو چشم. 10 گرفتین. من نمیگم 10 مافیاست یا مافیا نیست. این یه مافیا. 5 بازی رو من شب بلاین به فکتی که گفت تو دو وارد بازی میکنی زدم. گفتم دوه برای زد. بعد اومدیم و من زدمش. گفت تو دروغ وارد بازی میکنی. شب بلاین زدمش. اینم چینش 7 5 10 هم آراز تو میگی مافیاست. این دوتا دیگه شون هم از من قبول کن. اون از تو 7 تا 5 هم از من قبول کن. مرسی. نفر بعد. هم شد اومدی شماره 5 کشتی. ده رو تو دادی بیرون. تو 100 شهری. ببینم لایک تو. ده رو بده بیرون امروز. ده میخواسته تو رو بده بیرون دیروز تو رای گیری تو بازی. خودت داری میگی چی شد که رای زیر 7 اومد، زیر 8 اومد، زیر 10 نیومد. شماره 5 الان داری تازه سایت سوا میکنید. تازه الان شانس برد شهر اینجا میره بالای 90%. 3 و 5 و 10 تازه یادشون اومده به هم دیگه بزنن سایت سوا کنن. موظفید به هم دیگه هم رای بدید دیگه. امروز روز وقاحتتونه. هم 3 هم 5 هم 10 مافیاست. 5 بازی 10 مافیا تو برای چیزی رفت 8 رای مک کشیدی؟ مگه نمیگی اینو؟ بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. تو عمو درویشو مافیا داری؟ آراس شماره 9. شماره 9 آراس هستی؟ عمو درویش بکش زیر آراس. باشه بکش زیر آراس. من میخوام کلاپس بزنم. شماره 10 سر جلو چشات پرپرش میکنم. گرفتی؟ سر جلو چشات میدم میره. شماره 5 فقدی 3 مافیا دیگه. لایک تو ببینم. به امروز رأیت یعنی زیر 3 هست دیگه. عمو درویش فقط 3 باشه دیسلایک. آرازم یارشون عمو درویش. شماره 7 بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. شماره 5 مافیا داری روز بلاین گرفتی به فکر دروغ. چرا با دست مافیات رای دادی به 8؟ چرا به دست مافیات رای دادی به من؟ چرا با مافیات بازی کردی؟ نه دیگه 1 و 3 و 5 شما با هم دیگه رای کشیدین دیگه. زیر من اون دهم رای کشیدین، من اومدم بالا دیگه. درسته؟ بعد با هم دیگه اون بر رای کشیدین، همه دیدین من نمیرم بیرون، کشیدین زیر 8. ندارد بازی. امروز که 10 فقط باید بره. امروز فقط 10 میره. شماره 2 اگر رای ندی به 10 تا میشی یارش. گرفتی چی میگم؟ امروز فقط 10 میره. تمام. رأی گیری شروع میشه. بازیکن بعد. مرسی.
نفر بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. شماره های 3 و 5 و 6 و 10 در دفاعیه حاضر میشن. یه فکت براتون میارم، رو سنگ بذاری آب میشه. شماره هر کی شهره به 5 رای میده میره بیرون میخونه یه مافیا. شماره 5 اصلا در مورد 6 صحبت نمیکنه. بعد به 6 رای میده که از مبادا که ما دوتا باشیم رایش گرفته بشه، حق رایش گرفته بشه، یکی دیگر رو با ما میاره بالا که بتونه رای بده. اما اول بازی گفتم بین 1 و 2 یک رو شهر دارم، 2 رو مافیا. همون تارگت شب بلایندم درست بود. 2 و 5. الان تو دفاعی ها به 5 رای بدید یه مافیا بیرون باشه. بازیکن شماره 5 صحبت میکنه. مافیا بازی 5 بره بیرون، شبم یه شات بزنید دیگه، همه برن خونه هاشون. آره 3 بازی اینجا هم استرالیا، ما هم کانگورا. نگاه کن سیت 6 باز من فکر مرسی. نفر بعد. رفقا 5 رفت بیرون، 3 و 10 میخواد سر رو نگه داره، 10 و 3 جفتی میخواستم 5 رو بفروشم. الان 5 قطعی باید سایدش بخونه مافیا. 2 و 9 بازی جفتتون شهرید، بازی ها این شهر به بازی گندزای خودتون باخته. رأی بدید 3 بره بیرون، رأی بدید 3 بره بیرون، فردا یه 10 میمونه رأی میدیم اونم میره بیرون. 5 خود به خود کیک شد. شانسی که آوردیم همینجا بود. الان منم برم بیرون باز بازی ادامه داره چون یه مافیا بیرونه. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. کلا دنیا برعکس شده. از اینجا فهمیدم که من و شما 3 بازی به یک شهروند تو بازپرسی رأی ندادیم. اون شهروند بازی بوده شماره 1 بازی. این از این. یه 6 نام قطعی مافیای بازیه. جا بین 2 و 9 هم یک عدد مافیا وجود داره. بازم من با بیشترین رأی اومدم دفاعی. از نظر من 6 رو بدین بیرون. 6 میخونم مافیای بازی. میریم برای رأی گیری. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. با اکثریت آرا شماره 6 بازی رو ترک میکنه. میریم برای کلام آخر. شماره 5 بازی با ساید سفید از روند بازی کیک شدن به خاطر تخلفی که سر شماره 3 انجام دادن. یه نفر رو بدید بیرون، شات بزنید، بازی تمام بشه. شب میشه. زمان گروه مافیا از حالا شروع میشه. رای ندی به 3 بره بیرون بازی تموم شه. تامینه سرور الماس بلدی کجاست؟
من الان بازی خراب میکنم تو بازی نمیشه بازی برده رو نمی‌رسم. چرا شاد نزد؟ تیم مافیا بخوابه. زمان گروه شهروندان. یک روز دیگه شروع میشه. درخواست برای استعلام وضعیت. یک دور صحبت همه بازیکنان رو میشنویم و امکان دادن چالش نیز آزاد. هم یاره خب این شیشه که میگفت سه بدیم بیرون، درسته؟ میگفت سه بدیم بیرون. خب سه که اینجا میخونه شهروند، نو که میخونه شهروند، من خودم شهروندم، درسته؟ دو تا مافیا میمونه کی؟ دو ده. چرا شیشه نمیخواست دهره بیرون؟ چرا نمیخواست دهره بده بیرون؟ چرا میگفت سه بدیم بیرون؟ آه نمیدونم. سه بیا صحبت کن، سه بیا صحبت. ممنونم. نفر بعد. شما دو آقا حامد عزیز، جلو چش ده منو پرپر میکنی. من الان جلو ده چش هر کدوم که یارت هست، من اصلا بعدیا نمیدونم هر کی میخواد باشه، تو رو پرپر میکنم. جلو چش ده منو فقط پرپر کنی. تو همون روز اول من بهت گفتم تو یک و دو تویی. 5 به بازی خودش باخت و من به علی ایلان فقط به خاطر این رأی دادم که بلند شد تو دفاعیش همون حرفی که عمو درویش زد شماره 7 دقیقا همون تکرار کرد که تو اگه اینو داشتی چرا تو به اون رأی دادی به اون رأی ندادی. همون صحبتو کرد دقیقا. آقای هیتلر بره بیرون دیگه. افتاد. بازیکن شماره 9. گشت 360 درجه داشتم، بازگشت گرور آفرین. قبول دارین؟ اما درویش چینتون شو شد. شما که میبینین یه شهروند از بازی کیک شد رفته بیرون، یه یارتون تو دفاعی است، 2 تا شهروندم 3 و 10 تو دفاعی هن. با یارتون رأی بکشون این شیشه نره بیرون، 3-3 بازی تمام بشه. اما درویش حواسش نبوده. 2-7 میدیم بیرون بازی تمامه. 2-7 میدیم بیرون بازی تمام. آره همینه، قرار تاریخ رو دوباره تو بنویسی. 2-7 میدیم بیرون بازی تمام. بازگشت گرور آفرین، چرخش 360 سال دیگه اومد الان. آره 2-7 میدیم. از هر جا شروع کردی شروع فقط سپاسگزارم. نفر بعد. دیگه به دفتر بده بیرون. هفته یار من دیگه بخریشم. خرید یارمو میخری شما رسه آخه. آره بده به دفتر بده بری. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. شماره 7 میدم به خودت که صحبت کنم، چون هم تارگتت کنم. من یک رای دادم که تو فقط بیای دفاعیه. خب تو فقط گفتی ده بره بیرون، فقط اصرار داشتی که من برم بیرون. امروز میخوام اجماعت کنم بری، میخونه 2 عدد مافیه بازی. منم مافیه رای کشیدم زیر یارم، در صورتی که میتونستم 3-3 بازی تموم شه. از 7 بازی برو، بازی تمام 7. اما این اتهامینا رو که میزنم چالش هم نمیتونم بگیرم، مثلا نمیدونم چی شده باید خورده. صحبت‌های بازیکن بعد. اینو انقدر کلپسم رای نکشم زیر شماره 10 بازی رو مساوی کنم. شماره اینو از من بکش عقب. شماره اینو 2-10 جفتشون مافیان. من شهر بازیم.
از من بکش کنار. اگه میخوای تو 3 تا به من دست ندی رای بکش زیر من. ولی من شهر بازیم، تو 3 نفرم باید به من دست بدی. گرفتی چی میگم؟ 2 بازی 10 بازی. صحبت‌های نفر بعد. میره تو خون ماشین. آره تو ماشین. ببینم من نمیخواستی به دقیق رأی بدی اما درویش یا چرا رأی تو دادی به اون؟ الان یارم میخوام بفروشم، مشکلش چیه؟ این آقاش که میترسه به من رأی چیز بده، چالش بده. میگم اون مافیا، میگی نه، پس تو مافیایی دیگه. بازیکن شماره 9. سه نفر تا این حالت ممکن 3 نفر رو میاریم تو دفاعیه که رأیگیری برای هر کسی که تو دفاعی هم بود رأیگیری براش باز باشه. 2 داره هم با 7 چین میشه هم با 10 چین میشه. خانم تامین سیت 10 بازی 3 و 9 بازی که اگه با تو شما رأی دادن 6 بازی رفته بیرون، معتقدن اول باید 2 بازی خروج پیدا کنه. اولین کس 2. پس اگه اونجوری باشه باید شما رو چین 2 بکنه. اولین کس 2 میره بیرون. اما درویش رای میدین دیگه. اول 2 میره بیرون، بعد تصمیم گرفته میشه کی یار 2 هست. چون داره با 2 طرف چین میشه. با 2 طرف چین میشه. بازیکن شماره 3. دیگه دیالوگو میگم فقط برای اینکه داره ضبط میشه. آخ آخ آخ. آراز از اون روزی که بعد بازی بفهمم تو مافیا باشی. نه. وای به اون روزی که بفهمم آخر بازی تو مافیا باشی. من 3 شب زدم به شماره 7 آقای درویش. در حدی که تو یکو دادی بیرون، چرا بهش رأی نمیدادی؟ الان یهو چی شده؟ 2 که حامد که مافیاست. این از این. ولی حالا الان 2 بره بیرون تا ببینیم بعدش چی میشه. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. ببین شماره 3 بازی من نذاشتم تو رو بدم بیرون، درسته؟ پس باید با من بازی کنی 7 بره بیرون بازی. با هم دیگه رای کشیدیم، رای بازپرسی کشیدیم زیرش، یه شهروند رفته بیرون. پس رای میکشین زیر شماره 7 اینجا میره بیرون بازی. اگر بخوای بگی 7 نره من خودتو میدم شماره 9 بازی بیرون. 2 دست نمیدیم بهش، بذارید 7 بره. 7 رو نکشی خودتو میکشم شماره 9. میریم برای رأیگیری. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. شماره های 2 و 7 و 10 در دفاعیه حاضر میشن. ببینید امروز رأی میدید به این 7 آراست شما 3 تو کیاس. اگه من موندم با من دست ندید، خوبه؟ بکشید زیر این 7 تو کیاس با من دست ندید. اگه موندم دیگه یه ساده تر از این چی بگم؟ شما در رأی دادم بیای بالا که رأیامون باز شه. متوجه شدی؟ این دوتا یهو کلاپس نزنن رو من. اوکی، منو مافیا دارید دیگه شما دوتا قطعی، درسته؟ تو کیاس من بازیکن شماره 7.
تو نمیتونی به آراز بگی مافیا اینجای کار. گوش میکنی؟ آره. مگه اینکه خودت من برم بیرون که بازی همینجا تموم میشه. اگه میخوای بازی ادامه داشته باشه دوره بده بیرون، دره بده بیرون، هر کدوم برم بیرون گله. من شهر بازیم، شماره 3 شماره 9. گوش کنین چی دارم میگم. به من رای بدیم بازی همینجا تموم میشه. بازی مافیاتونه 10. بازیکن شماره 10. یه 10 اشتباه کرده کشیده زیر شماره یار شماره 6-7 بازی. یه رأی به تو دادم از اومدی بالا، از اون موقع تا حالا داری میگه 10 بره بیرون از بازی. همونجوری که میخوام اون طرف بازپرسی درات، میخوام هفته که مافیا بوده بری بیرون شماره 3 بازی. اشتباه نکن، تا حالا اشتباه نکردیم، اشتباه نکن. بذار هفته بره بیرون از بازی. رأی نکشین فردا خودتونو میدم بیرون. زمان رأیگیری دوستان، آماده باشید. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. بازیکن شماره 7 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. بازیکن شماره 2 با تحقیقات محقق از بازی خارج شد. بازی هم مافیا. خوردین یا نخوردین؟ شماره 3 شماره 9 خوردین. نوش جونتون، نوشونتون. دست برده رو باختین، گل اون شماره 10 رو خوردین. نوش جونتون، نوش جونتون. مرسی گاد عزیز. شب میشه. تیم مافیا بیدار. تیم مافیا بخوابه. تیم شهروندان بیدار. دوستان عزیز که وقت گذاشتین همگی خسته نباشید. وقتتون بخیر. بازی خوبی بود. امیدوارم سر لابی‌های بعدی کنار هم دیگه باشیم. استفاده کنیم از بازی زیبا. بازی به پایان رسید. میریم برای اعلام نتیجه بازی. برنده تیم مافیا. این بازی هم تموم شد. بسیار زیبا و با کلی هیجان بود و لحظات عالی رو با هم سپری کردیم.